158 زن تاجیک در زندانهای خارج از کشور قرار دارند. از جمله 90 نفر در روسیه، 48 نفر در سوریه و عراق و 20 نفر در زندانهای ترکیه و چین بودند. در این باره امروز 1 اوگوست در نشست خبری کمیته کار با زنان خبر دادند. مسئولین کمیته گفتند که حکومت تاجیکستان برای برگردانیدن 48 زن از سوریه و عراق کمیسیه تأسیس داده است. مرحبا علیمی، معاون رئیس کمیته کار با زنان گفت زنهایی را که در سوریه و عراق قرار دارند جنایتکار گفتن درست نیست. آنها جبر دیدند. زنهای تاجیک اطاعتکارند. آنها با طلب شوهرهایشان به آنجا رفتند و شوهران اکثری آنها در جنگ‌ها کشته شدند. حکومت تاجیکستان می‌خواهد این را ثابت کند و زنان را به وطن برگرداند. بنا به گفته عالمی، بیشتر زنهای تاجیکی در سوریه و عراق بوده را حکم حبس ابد دادند. کمیسیون تلاش خواهد کرد که آنها را برگرداند یا حداقل جزا سبکتر کرده شود. درباره زنهای زندانی در خود تاجیکستان، عالمی اطلاع داد که در زندان زنانه نارک 300 زن ادای جزا می‌کنند.